نتیجه چهارم، رسانه ها موارد را درباره اسلام میگن که در اسلام موجود نیست. اونها معلومات اشتباه را درباره اسلام نشر میکنن. به طور مثال، اسلام زنها را تحت انقیاد قرار میده، اسلام به زنها حق نمیده، اسلام یک دین غیر منطقی است، اسلام یک دین غیر علمی است. کی میگه که اسلام زنها را تحت انقیاد قرار میده؟ دینی که بیشترین حق به زنها میده اسلام است. دین درجه یک اسلام است. انسان که بیشترین ارزش به زنها به خاطر احترام اونا داده حضرت محمد صلی الله می باشد. منطقی ترین دین در دنیای فعلی اسلام است. علمی ترین دین اسلام می باشد. پس معلومات نشر شده کاملا اشتباه و پیام اونها برعکس می باشد. استراتژی پنجم که توسط رسانه‌ها استفاده میشه ای است که اونا درباره اسلام موارد درست بیان میکنن و عمدن تفسیر آنها را اشتباه بیان میکنن. مسلمانای طرفدار عقاید کهنه و به خاطر عقاید کهنه آنها در عصر حاضر انسانها دچار مشکل شدن. مسلمان افراطی هستند. به خاطر افراط اونها انسانها در مشکل به سر میبرن. مسلمانان متعصب هستند. به خاطر تعصب انسانها در مشکل است. معنای کلمه فاندامنتالیست چیست؟ تعریف فاندامنتالیست کسی که از اساسات کدام مضمون خاص پیروی کنه. به طور مثال، اگر کسی بخواهد که یک ریاضیدان خوب شوه، باید اساسات ریاضی را بفهمه و از آن پیروی کنه. تا زمانی که اساسی ریاضی را نفهمه نمیتونه یک ریاضیدان خوب شوه. اگر کسی بخواهد ساینسدان خوب شوه، باید اساسات ساینس بفهمه، تمرین کنه و از آنها پیروی کنه. و تا زمانی که اساسات ساینس خوب نفهمه نمیتونه که یک ساینسدان خوب شوه. تمام خوبی ها و بدی ها اساسات کار مردم با یک بورس رسم کردن نمیتونن، چون اساسات هر کار هر شخص به حرفه او ربط داره. به طور مثال، یک شخص دکتر ماهر است و نجات دادن مردم کارش می باشه. از این لحاظ برای جامعه مفید می باشد. از طرف دیگه اگر یک نفر دزد ماهر یا سارق ماهر باشه و دزدی و چور و چپاول کارش باشه، پس برای جامعه مضر است. پس تمام کارهای خوب و بد با یک بورس رسم کردن نمیتونیم. پس به هر شخص به اساس کارش امتیاز میتیم. پس شما نمیتونین که یک دزد و یک دکتر با هم مقایسه کنن. از زمانی که کار خودش شروع کردم یک مسلمان معتقد می باشم و افتخار میکنم که یک مسلمان معتقد هستم. به خاطر که من میفهمم، پیروی میکنم و کوشش میکنم تا به اساسات اسلام جامعه عمل بپوشانم و من میفهمم که به طور عموم هیچ اساس اسلام خلاف بشریت نیست. با هر کس شرط میبندم تا یک اساس ساده اسلام به طور عموم دریابند که خلاف ارزش انسانی باشه. شاید یگان اصل قطعی باشه و از دلیل آن خبر نداشته باشند که چرا در دین چنین است و به خاطر آن فکر کنند که اشتباه است. اما هر وقت که پس زمینه آن را و منطق آن را بفهمند که چرا این اصل در اسلام وجود داره، هیچ کس نمیتونه که یک نکته از قرآن کریم و از احادیث معتبر محمد صلی الله پیدا کنه که خلاف بشریت باشه. معنای کلمه فاندامنتالیسم چیست؟ اگر در فرهنگ لغات وبسترها جستجو کنن میگوید که فاندامنتالیسم عبارت است از یک حرکت می باشد که توسط گروهی از عیسوی ها در آمریکا در نیمه اول قرن 20 راه اندازی شده بود که به نام پروتستانت یاد می شد. فرهنگ لغات وبستر میگه فاندامنتالیسم یک حرکت بوده که در نیمه اول قرن 20 توسط گروهی از عیسوی ها راه اندازی شده بود که به نام پروتستانت یاد می گردد. کلیسا باور داره که پیام انجیل از جانب الله است. این گروه پروتستانت ها گفته که نه تنها پیام انجیل از طرف خداست، بلکه هر کلمه و هر حرف انجیل از طرف خداست. حالا اگر کسی ثابت کنه که هر کلمه انجیل و هر حرف انجیل از جانب خداوند است، پس این حرکت خوبی است. از طرف دیگه اگر کسی ثابت کنه که هر کلمه و هر حرف انجیل از جانب خداوند نمی باشه، پس این حرکت درست نیست. وقتی که فرهنگ لغات آکسفورد بخونم، فرهنگ آکسفورد میگه فاندامنتالیست کسی است که قاطعانه با درس‌ها و راهنمایی‌های یگان دین عمل کنه. فاندامنتالیست کسی است که قاطعانه با درس‌ها و عقاید یگان دین استادگی نماید و به او عمل کنه. اما وقت چاپ جدید فرهنگ لغات آکسفورد را بخوانم، یک
ذره متفاوت است. چاپ جدید آن میگه فاندامنتالیست کسی است که قاطعانه با درس‌ها و عقاید یگان مخصوصا اسلام وفادار بمانه. پس کلمه مخصوصا اسلام در چاپ جدید فرهنگ لغات آکسفورد اضافه شده. کلمه فاندامنتالیست برای اولین بار برای عیسوی‌ها استفاده شده بود. برای تعریف عیسوی‌ها استفاده میشد و امروز برای مسلمان‌ها استفاده میشه. چرا؟ همه که کلمه فاندامنتالیست را بشنون به فکر کردن درباره مسلمان‌ها شروع میکنن. باز ما مسلمان‌ها معنای آن را مد نظر میگیریم و میگویم نه 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 نه، من فاندامنتالیست نیستم، من افراطی نیستم، اما من میگم که من افراطی هستم. من با افراط مهربان هستم، من با افراط دوستدار هستم، من با افراط صادق هستم. با افراط مهربان بودن، با افراط دوستدار بودن، با افراط صادق بودن، با افراط عادل بودن در چیست؟ مشکلش چی است؟ آیا کسی برای ما گفته میتونه که بدی با افراط صادق بودن چی است؟ گفته نمیتونه اگه برای ما فایده داشت صادق هستم و اگر برای ما فایده نداشت صادق نیستم. اشتباه هست. قرآن میگه مسلمان ها باید همیشه صادق باشند. اگه با افراط صادق، با افراط مهربان، با افراط دوستدار، با افراط بخشنده باشم چی بدی داره؟ ما در راه راست باید افراطی باشم. من یک مسلمان افراطی هستم. ما مسلمان ها همیشه عذرخواه بودیم. نه من اصولی نیستم، من افراطی نیستم، نمیخوایم از خود دفاع کنم. در عصر حاضر رسانه اکثریت مسلمانان را تروریست میخوانه. معنای کلمه تروریست چیست؟ معنای اصطلاحی تروریست چیست؟ بس شخصی تروریست گفته میشه که دهشت افکنی کنه، کسی که باعث وحشت شوه. وقت یک مجرم پلیس ببینه وحشت زده میشه. پس برای مجرم پلیس تروریست است. اما در حالت عادی و به طور عموم تروریست کسی است که در دل انسانهای بیگناه ترس ایجاد میکنه. در این ارتباط پلیس تروریست نمی باشه. فقط کسی که در دل انسانهای بیگناه ترس ایجاد کنه تروریست گفته میشه. و بیشتر اوقات برای یک گروه با آن که یک کار را انجام میتن اصطلاحات متفاوت استفاده میشه. بیش از 70 سال وقت هندوستان استقلال خود گرفت، وقت هندوستان تحت سلطه انگلیس بود، هندوستان جزء مستعمره انگلیس بود. بیش از 70 سال پیش بسیار از هندوستانی‌ها برای آزادی جنگیدند. حالی هم همین مردم حکومت انگلیس تروریست میگفت. اما ما هندوستانی های عادی آنها را جنگجویان آزادی میگفتیم، آنها را قهرمان خطاب میکردیم. همین مردم به خاطر انقلابشان دو نام کسب کرده بودند. اگر شما با حکومت انگلیس موافق هستند که آنها حق دارند بالای هندوستان حکومت کنند، پس شما این مردم را تروریست خطاب کنید. و اگر با نظر مردم عادی هندوستان موافق هستند که انگلیس ها در هندوستان به خاطر تجارت آمده بودند و هیچ حق نداشتند که بالای ما حکومت کنند، پس قهرمان و مردان هند بگویند. دو اصطلاح برای حین مردم به خاطر حین کار استفاده میشه. وقتی در هندوستان کنفرانس مخابراتی داشتم، ژورنالیست های هندی از من سوال کردند که چرا مسلمان ها تروریست هستند. پس من با اونا گفتم 70 سال پیش، بیش از 60 سال پیش انگلیسی ها بگت سینگ را تروریست میگفتن. بگت سینگ را میشناسن؟ بله. آیا او را تروریست فکر میکنن؟ نه، حتی من فکر نمیکنم که او تروریست است. حال انگلیس ها وقتی میگن که بگت سینگ تروریست است چرا باور نمیکنید؟ به خاطر که میفهمم او به خاطر آزادی جنگیده. او قهرمان بوده. گفتم من هم از تاریخ هندوستان خبر دارم. بگت سینگ یک قهرمان بوده، به خاطر آزادی می جنگیده. حتی فکر نمی کنم که او تروریست بوده. من با حکومت انگلیس موافق نیستم، با اخبار انگلیس بله حتی من موافق نیستم. وقتی اونا بگت سینگ تروریست میگن قبول نمیکنن به خاطر که از گذشته خبر دارن. اما وقت مسلمانان را تروریست میگن چرا موافقت میکنن؟ تحقیق کنن و دریابن. در سخنرانی خود به طور واضح گفتم که مسلمانان تروریست هستن یا خیر. ما سرگذشت 100 سال قبل را توضیح دادم. اکثریت عملیات تروریستی توسط غیر مسلمانان صورت میگیره، اما رسانه‌ها مسلمانان را بیشتر محکوم میکنن. اونا گوسفند سیاه را انتخاب میکنن و سمبل مسلمانان معرفی میکنن. این مثال در جاهای متعدد یافته میتونن. حین مردم حین کار، اما داره اصطلاحات متفاوت. اجازه بتن به شما مثال آمریکا را بتم. در جریان ارزیابی مجدد آمریکا در سال 1775 در آن زمان حکومت آمریکا به دست انگلیس ها بود.
در آن زمان حکومت انگلیس جورج واشنگتن را تروریست درجه 1 میگفت. بنجامین فرانکلین تروریست است. جورج واشنگتن تروریست درجه 1 است. بعد از آن وقت امریکا استقلال خود گرفت، جورج واشنگتن رئیس جمهور شد. حدس بزنین تروریست درجه که جوان رئیس جمهور آمریکا شد.